در شهر باختر شورای هماهنگسازی کارمندان مقامات حفظی حقوق دایر گردید. در شورای مذکور وابسته به فعالیت کاری کارمندان خدمات اجرا در سمت رویانیدن مجبوری مبلغها با سندهای سودی و دیگر حجتهای اجرا در سال روان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. گزارش در این خصوص. مقامات پروکراتورا در آیین دولتداری یکی از رکنهای اساسی به شمار رفته پیش از همه آزادی و حقوق شهروندان را حمایت میکند. با این مقصد کارمندان پروکراتورا در همبستگی با مقامات های حقوقی شهر باختر برای در عمل تطبیق نمودن قانون‌های جمهوری تاجیکستان عاید پیشگیری نمودن جنایت‌ها و ترتیبات جمعیتی تدبیرهای ضروری را عملی می‌نمایند. ذکر باید نمود که در شورا وابسته به فعالیت کاری در سمت رویاندن مجبوری مبلغها با سندهای سودی و دیگر حجت‌های اجرا در دوام 11 ماه سال روان بررسی گردید. در نزد حاضرین اجراچی کلان خدمات اجرا در شهر باختر برآمد نموده وابسته به فعالیت مهنتی اجراچیان خدمات اجرا در شهر باختر گزارش داد. همزمان قید نمود که عاید بر رویاندن مبلغ الیمنت در اساس حلنامه سود 127 عدد ورقه اجرا وارد گردیدند. در دوره 11 ماه سال جاری در عموم در نظارت اجراچیان خدمات اجرا در شهر علاوه بر حجت‌های اجرا تعداد 1397 عدد حجت اجرایی عاید بر رویاندن مبلغ الیمنت قرار دارد که از این دو عددش از حساب فرزندان به فایده والدین میباشد. قید گردید که در این دوره از جانب اجراچیان مقامات اجرا در شهر باختر از حساب قرضداران الیمنت سپارندگان با منفیت ستانندگان مناظره داشت و رعایت طلبات کنونسیای حفظ حقوق کودک و دیگر طلبات قانونگذاری جاری که با منفیت کودکان نابالغ روانه گردیده است برای تامینات فرزندان نابالغشان با مبلغ عمومی 297,120 سومانی الیمنت رویانده شده است. از جانب اجراچیان خدمات اجرا در شهر باختر نسبت 4 نفر الیمنت سپارندگان جهت چاراندیشی موادها با پروکراتورای شهر ارسال کرده شده نسبت آنها پرونده جنایتی در اساس طلبات ماده 177 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده پس از اتمام تفتیشات برای مهیتاً بررسی نمودن به سود ارسال کرده شدند و با حکم سود نسبت الیمنت سپارندگان جزای سزاوار تطبیق گردیده است. همچنین در شورای هماهنگسازی کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر باختر رئیس شورا پروکورور شهر باختر صلاح‌الدین اسماعیل زاده برآمد نموده عاید مسئله تنبشوی نقلیات در راه‌های اتومبیلگرد داخل شهر اظهار نگرانی نمود. با مسئولین شعبچه بازرسی دولتی اتومبیل شهر دستور داده شد که برای به تنظیم درآوردن حرکت واسطه‌های نقلیات در داخل شهر چاره‌های ضروری را راه‌اندازی نمایند. رانندگانی که با قاعده‌های حرکت راه و در قطع راه‌ها با توقف گذاشتن نقلیات با قانونشکنی‌ها راه می‌دهند نسبت آنها طبق سند و معیارهای حقوقی چاراندیشی نمایند. مسئله دیگری که در شورا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت این هم باشد رعایت نمودن مدنیت شهرداری و سر وقت گرفتن پرتابه‌ها میباشد. با مسئولین اداره دولتی فرعی خواجگی منزلی کمونالی شهر دستور داده شد که موافق رجای کاری فعالیت کاری را برآمده سر وقت کوچه و محله‌های شهر باختر را از پرتابه‌ها تازه نمایند. قلمرود نیازی رای شاه مردان نمازعلی ارگش برای برنامه اخبار از شهر باختر.